دوستان عزیز سلام، خیلی خوش اومدین به ویدیو زیبا و جدیدی دیگه از کانال آقای کوشا لایف. تو این ویدیو خب ویدیوی آموزشی هستش که قراره تو این ویدیو به این نکات خیلی مهم بپردازیم. اینکه چجوری توی یوتیوب لایو بزنیم، دوم اینکه چجوری توی یوتیوب به صورت شورت لایو بزنیم. هم لایو افقی رو میخوام توضیح بدم، هم لایو عمودی رو که چجوری بدون وی پی ان هم این کار رو انجام بدیم و یه نکته خفن تر این که با اینترنت داخلی هم انجام بدیم. و میخوام یه اینترنت خیلی چیزی هم ناشناخته نیست، اینترنت معروفی هم هست، میخوایم معرفی کنیم تو این ویدیو برای استریم کردن که هر گیگی معادل 1000 تومن باشه برای استریم کردن. آپلودش هم خیلی بالاست، تست آپلود هم تو این ویدیو قراره براتون بگیریم. لیتس گو بریم سراغ ویدیو. حتما لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه، خیلی میتونه انرژی زیبایی به بنده باشه که ویدیوی زیبا و بهتر و جدیدتر و محتوای بهتر و قشنگتر و ادیتوی خفن‌تر براتون میگیریم. خب یه نکته رو خودم بگم راجع به استریم کردن. مهمش اینه که شما باید استریم کیتون رو در اختیار یه سایت معتبری که خودم حالا 2 تا شد معرفی میکنم بذارین که بتونن شما اون لایوتون رو برای اون حالا اون سایت بفرستین و اون سایت هم از طریق حالا همون سرورایی که داره یا هرچی که داره برای خود یوتیوب بفرسته که بعد سایت انقدر خوب و معتبر و قدرتمند با سرور قوی باشه که استریم شما هم لگ نشه. اینترنتتون هم البته مهمه، آپلودتون باید بالا باشه. اینکه چجوری آپلود بالایی داشته باشیم اون هم توضیح میدم. خب اینکه 2 تا سایت مهم چی هستن؟ ایرانیه که اینترنتتون داخلی حساب میشه وقتی که توش استریم بذارین. سایت دومم ایرانی نیستش و اینکه ارزم به خدمتتون اینترنتتون داخلی حساب نمیشه. ولی اگه مشکل اینترنت و حالا بحث مالی و اینا ندارین و اینترنت فیبر نوری یا VDSL یا هر اینترنتی که آپلود بالایی داشته باشه و ارزون داشته باشه، حالا مشکل اینترنت نداشته باشین، براتون خیلی مهم نیست. خب شما کار اولتون اینه که وارد سایت vstream.io میشین که لینکش توی دیسکریپشن هست. اولین کار اینه که این استارتد رو میزنین و حالا ساین اپ میکنین، توش اکانت میسازین و اگه اکانت حالا قبلا ساختین که بعید بدونم لاگین رو بزنین. خب ما این کار رو چی کردیم و اینکه لاگین رو انجام میدیم. خب با کلی زور و بدبختی کار لاگینمون انجام شد. خب بذار من اینم ریمووش کنم که برای شما چیز غیر عادی نباشه. خب وقتی که لاگین میکنین با یه همچین صفحه مواجه میشین که براتون خیلی واقعا عجیبه و توضیح میدم که باید چی کار کنین. خب اولین کار که لاگین کردین اد چنل رو میزنین. اد چنل یوتیوب که انتخاب کردین چنل رو انتخاب میکنین، کانکت یوتیوب رو انتخاب میکنین و باید اینجا لاگین انجام بشه. اینم انجام شد. آره چنل بین ادت اینجا اوکی شد. خب شما به صورت رایگان میتونین توی 2 تا پلتفرم استریم کنین همزمان. حالا این همه پلتفرم اینا هستش که انتخابش کنین که ببینین کدومش میخواین لایو استریم بزنین. خب اینو که انتخاب کردین تنظیمات داره که اینکه تایتل ویدیوتون چی باشه و اینکه اینا تایتل رو مثلا میذارین لایو استریم ویت مثلا کوشا، عباس، اصغر، حالا هر چی که بخواین. دیسکریپشن رو خودتون انتخاب میکنین. کاتگوریتون مربوط به این که چه موضوعی باشه، بازی هستش، چه میدونم آشپزی هستش، فیلم، سینما، کمدی، این چیه، اینو انتخاب میکنین. این هم حتما پابلیک بذارین که ویدیوتون به صورت عمومی باشه. خب کار ستینگ تنظیمات حالا تایتل و دیسکریپشن و اینا وقتی انجام شد، شما وارد این قسمتی که دارم علامت موسوم تکون میدم اینجا رو انتخاب میکنین، ستینگ رو میزنین، وارد استریمینگ ستاپ بشین. توی استریمینگ ستاپ حتما اینو بزنین اوتو دیتکت و اینکه اینو هیچ کارش نداریم. استریم کی مهمترین اصل داستان. خب استریم کی اینجا کپی رو میزنیم. کپی رو که انجام دادیم وارد برنامه OBS میشیم. این برنامه OBS دیگه. اوکی، وارد ستینگ میشیم، قسمت استریم و
توی سرویس اینجا چند تا چیز میاره، یوتیوب و توییچ و اینا. شما ریستریم داتایو رو انتخاب میکنین، سرورتون حتما همون سروری که توی سایت ریستریم داتایو گذاشتین انتخاب کنین که اوتو دیتکت استریم کی، اون چیزی که کپی کردین رو پیستش کنین و اوکی. اینجا الان استارت رو من بزنم وارد استریم یوتیوب میشه. این از سایت اولمون که restream.io بود، سایت که گفتم خارجی هستش و اینترنتتون به صورت تمام بها و بین الملل حساب میشه دیگه. سایت دوم که میخوام معرفی کنم masterstream.ir که اینم دوباره لینکش توی دیسکریپشن هست. من با این دوتا سایت که معرفی کردم نه اسپانسری دارم نه چه میدونم به خاطر تبلیغشون 1000 تومن پول میگیرم، ولی کلا لذت بردم از سایتشون و دیدم هیچ مشکلی نداره. خب اینجا پنل کاربری رو میزنین و ثبت نام و ایناتون رو انجام میدین، ربات نیستین و ورود به سایت انجام میدین و فکر کنم اگه اشتباه نکنم با ثبت نام اولیه‌ای که میکنین به صورت 1 روز اکانت رایگان به شما تعلق میگیره. خب وقتی که لاگین کردین وارد اینجا گزینه ری استریم رو میزنین، مدیریت استریم ها رو انتخاب میکنین و وارد یه همچین چیزی میشه. خب شما مقصد ری استریمتون رو بعد اون سایتی که استریم میکنین که الان ما یوتیوب هستش رو انتخاب میکنیم، آیدی اکانت یوتیوبتون هم وارد میکنین اینجا که مال من کوشا لایو هستش. استریم کی رو چجوری بزنیم وارد یوتیوب میشیم، برنامه یوتیوب میشیم بذارین. خب استریم کیمون رو چجوری اینجا انتخاب کنیم، استریم کیمون رو از کجا پیدا کنیم؟ اینجا وارد صفحه اصلی یوتیوب میشیم. پیشنهاد من به شما این که با پی سی این کار رو انجام بدین یا اگه با گوشه انجام بدین دسکتاپ سایت رو انتخاب کنین و اینکه اینجا کریت رو بزنین، گو لایو رو بزنین، حوصله کنین تا باز بشه این قسمت براتون. این قسمت که براتون باز شد و لود شد و بالا اومد، حالا یکم بر اینترنت من ضعیف طول میکشه. خب وقتی که باز شد اینجا زده استریم کی، میبینین دارم با موس علامت تکون میدم، اینجا زده استریم کی. اینجا کپی میکنین استریم کیتون رو، وارد مستر استریم میشیم. اینجا پیستش میکنین، پیست که کردین حالا بذار من اینو حذفش کنم دوباره، ازم میخواد ببینی که من ربات نیستم. دوباره ورود به سایت انجام میدم، بعد دوباره روز از نو روزی از نو، خسته نباشین. خب استریم کیمون رو وارد میکنیم، آیدی یوتیوبمون هم وارد میکنیم و اضافه کردن سرور استریم رو میذارین. خب حالا من یه دونه بیشتر نگرفتم ولی وقتی ثبت شما کنین اینجا براتون میاره که دیگه فعاله و اینا. این که ببینیم چجوری توی یوتیوب به صورت لایو استریم یا همون میگم به صورت شورت لایو یا همون استریم بزنیم. خب اولین کار اینه که وارد OBS میشین. وارد OBS که شدیم بذار من اینو وارد OBS که شدیم این ستینگ رو انتخاب میکنیم. بذار من وبکم و اینامو ببندم که خیلی بده واقعا. خب ببخشید. خب وارد ستینگ میشیم، ویدیو رو انتخاب میکنیم. ویدیو رو که انتخاب کردیم این اولی رو میذاریم 1080 در 1920 1080 در 1920. مثل من نذارید 1920 در 1080، اولی بذارین 1080 در 1920، پایینی هم 1920 در 1080. فریم ریتتون هم حالا یا 30 بذارین یا 60، حالا هر چقدر که اینترنتتون یا سیستمتون قوی‌تر و بهتره اونو بالاتر بذارین دیگه. خب این هم که از لایو شورت که میبینین که بیشتر لایوهای بنده توی یوتیوب به صورت شورت هستش. خب این هم شد که این که چجوری به صورت شورت لایو بذاریم. نکته اصلی این که همون گفتم دیگه اول ویدیو گفتم که چه اینترنت خوبه برای استریم کردن، آپلود بالا باشه، چه میدونم بی سیم باشه مثل فیبر نوری و VDSL و اینا، چرت و پرت نباشه بخوام با سیم وصل کنن. ولی چرت و پرت نمیگم هستا، ولی واقعا تو ایران چرت و پرت که ارزه ندارن توی شهر به این بزرگی، حالا شیراز و هنوز کابل کشی نکردن. حالا بدبخت اون کسایی که توی شهر کوچیک یا روستا و ده و اینا هستن اونا چه میکشن. خب بگذریم. خب یکی از بهترین اینترنت هایی که من بهتون توصیه میکنم برای استریم اینترنت همراه اول هستش که واقعا
بد نیست بین ایرانسل و اینا توی بیسیما به پای VDSL و فیبر نوری نمیرسه، ولی همراه اول بسته داخلی رو میخرین و توی مستر استریم روی استریم نه مستر استریم داتایار اونجا استریم اگه بکنین داخلی براتون حساب میشه، میرین بسته داخلی میخرین و توی مستر استریم داتایار استریم میکنین که اینترنتتون به صورت داخلی و ارزون تر بشه دیگه. خب هرچی اینترنت داخلی اگه متوجه باشین ارزون تره نسبت به اینترنت بین الملل و اونو تهیه میکنین اینترنت داخلی و اینکه من یه تست آپلودم از همراه اول براتون بگیرم. خب این همراه اول توی شیراز هستش که با مودم TP لینک توی سمت راست بالا یا سمت چپ بالا لینک بهترین مودما و بهترین اینترنت ها برای گیم و اینا رو توضیح دادم دیگه. خب این همراه اول هستش که مودم و اینا دیگه گفتم دیگه تو ویدیوهای قبلی توضیح دادم. ویدیو قبلی سمت راست یا سمت چپ بالای صفحه میتونین مشاهده کنین. خب این همراه اول هستش که دانلودمون 14 هستش، پینگمون 41، آپلودمون هم 6 و 74 که به نظرم آپلود بالای 5 کافی برای استریم. حالا بالای 20 باشه که خیلی بهتر میتونه باشه. خیلی وقتتون رو نمیگیرم دوستان عزیز، خیلی ممنون که این میگم این ویدیو رو تماشا کردین. حتما لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. ان شاء الله تا ویدیوی بهتر و جدیدتر و زیباتر اگه ایده ای حالا انتقادی نظری چیزی دارین حتما توی کامنت ها به من بگین که بهتون جواب بدم یا حالا چیزو اجراش کنیم. اگه سوالی چیزی درباره لایو استریم و اینا بود حتما بهم توی کامنت ها بگین. حتما کامنت ها رو من همه رو میخونم، همه رو جواب میدم. اینجوری نیست که اصلا کامنت ها رو نبینم، نه اصلا اینجوری نیست، همه رو من میخونم. حتما که کامنت بذارین، لایک بذارین، کامنت انگلیسی حتما بذارین که عرضم به حضورتون ساب و لایکتون نپره. خیلی مخلصیم. ایشالله تا ویدیوی بهتر و زیباتر و جدیدتر همراهتون هستیم. خدا یار و یاور و نگهدارتون باشه.